به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم فواید زیاد دارد. از جمله پاک شدن گناهان، عفو گناهان گذشته، افزایش مقام، نور در دل پرسرات، نزول رحمت و برکت الهی، هدایت قلب، رفع فقر و آرامش روح و روان. همچنین باعث می شود نام فرستنده در پیشگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شود و در قیامت مورد شفاعت آن حضرت قرار گیرد. به خاطر پیشرفت پیام‌های اسلامی کانال ما را سابسکرایب کنید. هر روز یک ویدیو برای نسل جوانان عزیز نشر